شما خودتون بگین کدوم آدم سالمی رو دیدین که مسواکیو که امروز میزنه رو فردا دوباره از همون استفاده کنه؟ فکر کنین مسواکو خیز خیز میذاره کنار آینه دستشویی. خب تا فردا یه عالمه میکروب روش میشینه دیگه. ببینید من نمیگم اینو بندازش دور، من همچین حرفی نمیزنم. بله. که من میگم که عزیز من این مسواکت رو لطفاً با اسید بشور. همین. چیز زیادی میخوام؟ من وسواسی ام آقای دکتر. نه خیر خانم، نه خیر، شما کاملا شما از منم سالمترید حتی. آقای دکتر بله. اجازه بدید من بستنی رو قبل از اینکه بخوریم میجوشونم. این که نشونه وسواس نیست. نه نه نه، این نشونه تمیزی شماست. بعد آقای دکتر من موبایل همسرم رو با اسید شستم. اینم که نشونه، یعنی اصلا هیچ اشکالی نه به هیچ وجه اصلا بهش فکر نکنید. اصلا این هم نشونه پاکیزگی شماست. موبایلش خراب شده؟ موبایلی که بخواد با اسید خراب